با سلام و درود و خسته نباشید میگم دوستان عزیز. امیدوارم که جور و صحتمند باشید. خوش اومدید به ویدیوی جدید. برای شما آرزوی موفقیت میکنم دوستان عزیز. و امروز اومدیم گلخونه از بچه‌ها و کنترات گرفتیم بوته‌های بادنجون و میخوایم که اینا رو بکشیم و من هستم با بهمن و محمد جواد از بچه‌ها. خب دوستان عزیز، اینم از گلخونه. اینا رو همه رو زدیم پایین کردیم و اینجا صبحانه خوردیم و اینجام که حالا نکشه. اینم که اسم این رو نمیدونم که چیه و باید از اینا باید بپرسیم. و اینم از یکیش. بریم سمت بچه. دوستان عزیز، 6 گل دیگر هم زدیم و ویدیو بگیم. اینا رو این هم از صاحب گلخانه. باشه کرواله، خداحافظ محمد. بریم ما اینوری نگاه، اینوری نگاه. سلام. میبینید دوستان عزیز، فقط بقاله گلخانه چقدر قشنگ، مثلا از این چیز میگه نمیدونیم اسمش چیه. خب دوستان عزیز دیگه بریم نهار بخوریم و بعد از اون که شد مثلا بریم همه رو بکشیم و بندازیم بیرون و کارمون هم تمام میشه. و دوستان عزیز تا ادامه ویدیو با ما همراه باشید و دوستانی گلم. و تا ادامه ویدیو با ما همراه باشید دوستانی گل. بریم سمت اتاق. بریم داخل ماشینم بشینیم. جواتی هم رو میشینه. آهنگ پلی کن. نه محرم نه. محرم تمام نشد. نه محرم تمام نشد. به نام تو که در سادگی و پاکی تمام. خب دوستان عزیزم داریم میبینید کد مرغه میخواد خالی کنه با همون کرواله و ببینید دیدم که خالی نمیشه، خیلی سفته. نه الان اونجا خیلی زیاده. خیلی گرم بود دوستان. بابا اونا میاد پایین، همون میاد پایین. بله بالا بیای پایین دیگه. بابا خدای آره بابا اونا بخره. خب دوستان عزیز و رسیدیم به شب از کارمون که دوستان عزیز تمام هم نکردیم و
میخوایم که فردا انشالله تمام کنیم، ساعت 4 صبح بیاییم و همه رو بزنیم، کلا 22 قل بود و تمام میشه دیگه. بریم سمت بچه ها. اینم از خاور یا قرآن. بچه های بسیار خسته مانده زله یا قرآن. باد نه خوبه باد. یعنی خستیم. اینم از بهمن اینی رو جلوتر بیار. و سال داره آب مخوره و امشب هم آوریم کی زیاد. من چی میخوام باشی؟ اون بابا من بده زنگه اینجور بار زدیم و اینم نیسانه و میخوایم که راننده این یکی رو ببره بعد مثلا نیسان میذاره. خب دوستان عزیز و ادامه ویدیو با هم رو باشید. و اینجا هم که امیر حسینی رفته داخل ماشین نشسته میخواد که ماشین رو جلوتر ببره. محمد امروز کار چجوری بود؟ کار چجوری بود؟ ها؟ آره مجه نیسان هم یک کم مونده دیدم بار کنیم نیسان هم اینجا هست خالی کو بیا. بعد داریم زنگ میزنیم واسه راننده که بیاد ببره. نیسان اینجا پشت سر خاور هستن. خاور پوشیده. به پایان ویدیو و دوستان عزیز اومدیم اتاق با امیر حسینی و انشالله که همیشه ما را از ما حمایت کنید. دمتون گرم. تا ویدیو بعدی با ما همراه باشید و لایک و فالو یادتون نره. خدایا رو نگهدارتون. بای بای.